سلام، فخرزاده هستم، مدیر بیمه‌های زندگی. در خدمتتون هستم با معرفی محصول طلای شرکت بیمه سامان یا زرسام. اینکه چی شد ما به فکر طراحی محصول طلا افتادیم این بود که طلا از دیرباز نمادی از ثروت و وسیله برای حفظ ارزش پول شناخته شده و جایگاه خیلی ویژه‌ای در ذهن و فرهنگ مردم داشته. در ماه‌های اخیر با بررسی روند بازار و رفتار سرمایه‌گذاران متوجه شدیم که توجه و تمایل مردم به خرید طلا به طور چشمگیری افزایش داشته. پلتفرم‌های متعددی هم برای خرید و سرمایه‌گذاری در طلا شکل گرفته و این نشون میده که در شرایط اقتصادی امروز طلا همچنان یکی از مطمئن‌ترین راه‌های حفظ ارزش داراییه. اینجا بود که ما به این فکر افتادیم که یه محصولی طراحی کنیم که در کنار مزایای سرمایه‌گذاری در طلا پوشش‌های بیمه‌ای رو هم در بر بگیره. در واقع نتیجه این تفکر ما این بود که این محصولی رو به نام زرسام پیاده سازی کردیم، محصولی که تلفیقی از سرمایه‌گذاری و آرامش خاطر برای بیمه‌گذار هستش. در این طرح بیمه‌گذار ضمن بهره‌مندی از نوسانات ارزش طلا و امکان پوشش تورمی که در جامعه جاری هستش از پوشش‌هایی مثل فوت بر اثر حادثه و پوشش هزینه‌های پزشکی بر اثر حادثه، پوشش نقص عضو ناشی از حادثه و پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر از کار افتادگی و همینطور پوشش درآمد در صورت از کار افتادگی بهره مند میشه. همینطور در کنارش پوشش فوت ناشی از زلزله، آتشفشان، سیل و طوفان و بلایای طبیعی رو داره و همینطور پوشش ناشی از جنگ رو هم میتونه ازش بهره مند بشه و در کنارش پوشش خیلی کامل بیماری‌های خاص ما رو میتونه داشته باشه که در حال حاضر از 30 بیماری به 46 بیماری افزایش پیدا کرده. در واقع این بیمه‌نامه طلا یه پاسخ خیلی هوشمندانه و متناسب با نیاز روز مردم ایران در جامعه هستش. در خصوص نحوه عملکرد این محصول باید بگم که بیمه زندگی و تشکیل سرمایه متصل به دارایی یا یونیت لینک متصل به صندوق طلا به گونه‌ای طراحی شده که در اون اندوخته بیمه نامه به واحدهای سرمایه‌گذاری طلا متصل شده و منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها مستقیما در اندوخته بیمه نامه منعکس میشه. در این طرح اندوخته بیمه‌های عمر در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق گنج کاردان ارائه میشه. صندوق سرمایه‌گذاری کیمیای زرین کاردان با نماد گنج در واقع از جمله صندوق‌های طلای قابل معامله یا ETF در بازار سرمایه هستش و عمده دارایی این صندوق در شمش طلا سرمایه‌گذاری میشه. از مزیت‌های این محصول میتونم اشاره کنم به این که کاهش ریسک نگهداری فیزیکی طلا رو در بر داره که از اولین و مهمترین مزیت‌های این محصول هستش، به طوری که سرمایه‌گذاری توی این صندوق‌ها در واقع نیازی به خرید و نگهداری فیزیکی طلا رو از بین میبره و در نتیجه خطراتی مثل سرقت یا هزینه نگهداری کاملا حذف میشه. و همینطور نقشه‌بندی بالای محصول به طوری که واحدهای این صندوق‌ها به راحتی در بازار سرمایه قابل معامله هستن و سرمایه‌گذاران میتونن هر زمان که بخوان کاملا اونا رو نقد کنن و همینطور به دلیل کوچیک بودن ارزش واحدهای این صندوق امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خیلی کم هم وجود داره. این ویژگی به افراد با سرمایه‌های خیلی محدودم اجازه میده تا بتونن بدون نیاز به صرف هزینه زیاد و حالا هزینه‌های هنگفت در بازار طلا حضور پیدا کنن و از مزایای این محصول بهره مند بشن. و همینطور حذف دغدغه تقلب یا اصالت طلا رو هم کاملا از بین برده و یکی دیگه از مزیت‌های این محصول به شمار میره، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری توی این صندوق‌ها در واقع نیازی به بررسی اصالت طلا نداره و دارایی‌های اونا بر پایه گواهی‌های سپرده سکه و شمش طلاست که توسط سازمان بورس اصالت سنجی و کاملا تضمین شده و همینطور کاهش هزینه‌های معاملاتی رو در بر داره، به خاطر اینکه بیمه شده دیگه نیازی به حضور در بازار برای معامله طلاش نداره و به صورت مستقیم داره این کار انجام میشه
و در واقع هزینه‌های معاملاتی رو کاملا از بین میبره. صدور این بیمه نامه کاملا به صورت آنلاین هستش بدون فرم‌های کاغذی و همینطور امکان مشاهده روزانه نوسانات و لحظه‌ای قیمت افت و خیز قیمت طلا رو داره و همینطور میتونه ارزش اندوختش رو کاملا در لحظه رصد بکنه و همینطور از پایان ماه اول هم قابلیت برداشت 100% اندوختش رو داره. توی این بیمه نامه سود تضمین وجود نداره و در واقع سود مشارکتی برای این بیمه نامه در نظر گرفته نمیشه و همین خودش از مزیت‌های این محصول هستش که کاملا تابع بازار بورس و افت و خیز قیمت طلا هستش. در صورت وجود هر گونه سوالی شما میتونین با ما تماس بگیرین. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن بیمه سامان 8943 هستش و همینطور فرم هایی در سایت شرکت بیمه سامان وجود داره که از طریق اونا میتونید سوالاتتون در خصوص این محصول رو بپرسین و همکاران ما راهنماییتون بکنن که بتونید این محصول رو به نحو احسن داشته باشید و امیدوارم که زرسام و محصول طلا بتونه سهم خیلی خوبی رو از بازار بیمه های عمر در صنعت بیمه داشته باشه و ما بتونیم خیلی اتفاق چشمگیری رو با کمک این محصول داشته باشیم.